سلام دوستای عزیز، به کانال ما خوش آمدید. امروز قصد دارم شما را با کشوری آشنا کنم که زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی غنی و زندگی مدرنشان باعث شده به یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری و زندگی در جهان تبدیل شود. این کشور کوچک اما شگفت‌انگیز چیزی جز سوئیس نیست. سوئیس در قلب اروپا واقع شده و با 4 کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش هم‌مرز است. جمعیت کشور سوئیس حدود 8.7 میلیون نفر است و مساحت آن نزدیک به 41,000 کیلومتر مربع است. این کشور کوچک توانسته جایگاه ویژه‌ای در جهان پیدا کند. و ناگفته نماند که سوئیس دارای 4 زبان رسمی است: زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانی. این تنوع زبانی در واقع بخشی از فرهنگ غنی و تاریخ پربار کشور نشان می‌دهد. طبیعت سوئیس فوق‌العاده بی‌نظیر است. این کشور به خاطر کوههای آلپ و یورا شهرت دارد. قله‌های پوشیده از برف، دشت‌های سرسبز، دریاچه‌های شفاف، چشم هر بیننده را خیره می‌کند. دریاچه‌های معروف سوئیس دریای ژنو، دریاچه زوریخ و دریاچه لیمان هست. علاوه بر این که خیلی زیبا هست، امکان تفریحات آبی و قایقرانی را نیز فراهم می‌کند. پارک‌ها و مناطق حفاظت شده سوئیس محلی برای طبیعتگردان و دوستداران حیات وحش است. نکته جالب این هست که هر فصلی از سال در سوئیس منظره متفاوت و جذاب دارد. فرهنگ و مردم سوئیس هم بسیار جالب و متنوع است. هر کانتون یا ایالت رسم و سنت‌های خاص خودش را دارد. و نکته مهم این هست که سوئیسی‌ها به نظم، دقت، احترام به محیط زیست خیلی مشهور هستند. جشن‌ها و تعطیلات سنتی از جشن شکلات و پنیر تا فستیوال‌های موسیقی محلی بخشی مهمی از زندگی مردم سوئیس را نشان می‌دهد. و حالا می‌رسیم در بخش غذا. غذاهای سوئیس هم تجربه خاص از طعم‌ها هست. مثلا شکلات‌های دساس، مثلا فوندو، مثلا راکلت، مثلا چیز سوئیسی. اینا از جمله محبوب‌ترین غذاهای این کشور هست. اگر شما به سوئیس سفر کنید، شما نمیتونید که از چشیدن شکلات‌های با کیفیت و پنیر تازه آن صرف نظر کنید. و همچنین ورزش و تفریحات نیز بخشی از فرهنگ سوئیسی‌ها هستند. این کشور به ورزش‌های زمستانی مثل اسکی، اسنوبورد و کوهنوردی شهرت بالا دارد. هر سال از سراسر دنیا برای تجربه این ورزش‌ها به سوئیس می‌آید. و نکته مهم این هست که تمام سوئیسی‌ها علاقه زیاد به پیاده‌روی و دوچرخه سواری دارند. البته در طبیعت. حالا میرسیم به بخش پول. اقتصاد سوئیس بسیار قوی است. به دلیل سیستم مالی پایدار، بانکداری و شرکت‌های بین المللی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می شود.
شهرهای مهمی سوئیس زوریخ هست، ژنو هست، بازل هست و لوزرن هست. و سبک زندگی در سوئیس ترکیبی از زندگی مدرن، حمل و نقل پیشرفته و فرهنگ غنی را ارائه میکنه. البته کیفیت زندگی در سوئیس خیلی بالاست. استانداردهای آموزشی و بهداشتی و رفاهی نیز خیلی بالا هست، طوری که در سطح جهانی قرار دارد. سوئیس تنها کشوری با طبیعت و اقتصاد قوی نیست، بلکه تاریخ آن هم بسیار جذاب است. از تأسیس کنفدراسیون سوئیس در سال 1291 تا حفظ بی‌طرفی در جنگ‌های جهانی، این کشور داستان‌های زیاد را برای گفتن دارد. همچنین معماری‌های تاریخی و قلعه‌های قدیمی بازدیدکنندگان زیادی دارد، طوری که بازدیدکنندگان را به گذشته می‌برد و همینطور فرهنگ سوئیس را زنده نگه می‌دارد. این فقط یک نگاه جامع به سوئیس بود. کوشش میکنم در ویدیوهای بعدی بیشتر درباره تاریخ، فرهنگ، غذا، ورزش، جاذبه‌های گردشگری سوئیس بپردازم و سفر به این کشور را برای شما واقعی تر میکنم. شما هم اگر دوست دارید با سوئیس بیشتر آشنا شوید، کانال ما را دنبال کنید، لایک بزنید و نظر خود را کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی روزی خوب و خوش داشته باشید.